سلام دوستان و همراهان مهربان. میخوام امروز براتون دستور یه آش خوشمزه بدم. آش شلغم هستش. مواد لازم عبارت از سبزی آش که بیشترش من اسفناج استفاده کردم و بقیه سبزیات دیگه مثل جعفری و گشنیز و تره. بعد حبوبات از عدس، برنج نیمدانه، گندم کوبیده شده و 2 تا شلغم داریم اینجا. 2 تا شلغمه که من اینو نگینی خورد میکنم. 2 تا هم پیاز داریم، یکی برای ماهیچه، یکی هم برای به اصطلاح سرخ کردن پیاز داغ. و یک ماهیچه داریم اینجا که با همون پیاز میخوام بپزم و چند حب سیر داریم که 2 تاش برای توی آشه، 3 تاش هم سرخ کردنی. حالا میریم برای درست کردنش. خب ما الان ماهیچمون رو گذاشتیم تا حدودی پخته، قلی هم میزنه. بعد حالا مقداری که الان پخته میایم بقیه بعدی رو هم بهش اضافه میکنیم. مواد بعدی اولین گونشن رو میریزیم. گونشن رو بهش زردچوب اضافه کرده بودم که خوش رنگ بشه، بعد خوش طعم هم میشه. بله با زردچوب خسوندم خیلی بهتر میشه. حالا من اینو خالی میکنم، از کنم خیلی خوب. بعد این شلغم‌های نگینی رو که درست کردم خالی میکنم توی آبش. که همشون همزمان با هم بپزن که مواد مزهش تو همدیگه بره، که جدا جدا نباشه. البته چون آشه باز اینا بپزن، من این سبزی رو ترجیح میدم که یه سطح دیگه که یه مقدار اونا نرم شد و بیشتر پخت بریزم، چون خاصیتش از بین نره. و بعدم که دیگه اینم که سیر داغمونه. بعد حالا سیر داغه، اینم پیازیه که میخوایم پیاز داغش کنیم. بعد که نعنا هم البته داره، نعنا که مهمون همه آشا هست اصلا. نعنا رو بعداً همین سیر داغم میکنم اینا درست بشه، رنگ رو بگیره، بعد کاملا طلایی بشه. بعد میریم سراغ سیرم طلایی میکنیم و بعد نعنا. حالا بعدا به ترتیب نشون میدم. یه خورده اینا همه کاراشون تموم میشه. و یه مطلب دیگه که من دارم، من برای چاشنی این آش از لواشک استفاده میکنم. چندین بارم تا خیلی خوشمزه میشه، لواشک آلو. و خوشبختانه اینجا هم گیر آوردم از یه فروشگاه ایرانی. حالا اینا که تموم شد، بعد سبزی آشمونم ریختیم خدمتون نشون میدم. و بعد کشیدن آشو میریم که پیازمون رو سرخ کنیم، سیرمون هم سرخ کنیم و در قابلممون هم بذاریم که دیگه جوش بیفته. با درجه حرارت بالا اول جوش میندازیم. بعد یه مقدار که خوب تقریبا جا افتاد، گوشت به خصوص، ماهیچه دیر میپزه، ماهیچه یه مقدار پخت، زیرش رو یه مقدار متوسط میکنیم دیگه، از اون حرارت بالا میاریم پایین. اون موقع است که سبزی هم اضافه میکنیم. یه مقدار که با هم مخلوط شدن و قوام اومدن، سبزیش هم اضافه میکنیم. تا اون موقع دیگه پیازمون هم سرخ شده، سیر داغمون هم سرخ شده، نعنا داغمون هم همینطور. و بعد میریم قسمت سوم که کشیدن آش و نوش جان کردن همه. موسی جونم اخواب بیدال شدی؟ سیب بخوری؟ موسی جونه سیب دوست داری پوست بتنم؟ آره چند تا سیب میخوای؟ گوبون خوردنت برم دوست نبود؟ چی دوست داری؟ سیب خیلی بیا اینم دو تا میخوری؟ خیلی دشنته یا خیلی دوست داری؟ قربونت برم من. اوری
آره دارم آش میپزم برات بخوری قربونت برم. آره آش ماهیچه الان درست میشه بهت میدم. حالا پیس غذا بخوره، سیب بخوره بچه. خیلی خوب، حالا بیایم ببینیم وضعیت آشمون به چه صورت خیلی هم میزنه. خیلی هم عالی. بله چی جفت نه هنوز هیچی نشده. اینم ماهیچه است که دیگه که توشه مواد الان دیگه باید نیم پس شده باشه. امتحانی بکنیم که دیگه نیم پس شده باشه که یعنی دیگه آماده تیکه کردن باشه. ببینم امتحان کنم. بله دیگه کارد و چنگار داره. بله پخته. ببین چقدر خوشگل شده. به به. حالا بذار بیشتر از این بپزه با سبزیشم که کاملا طعمش با سبزی هم. حالا سبزیشو دیگه میریزم. ببین چقدر قشنگ جا افتاده. هنوز کار داره جا افتاده. بذار من سبزی رو بریزم. اینم سبزی. حالا اینو کاملا به هم زدیم. اینم شلغمش. شلغمش هم خیلی خوب دیگه پخته. بله شبیه سیب زمینی شد. خیلی له. اسمناش چون خیلی سریع میپزه به خاطر اینه که دیرتر ریختیم. از پیازا اینجا سیرداغه کوچولو، بقیه‌اش هم که پیازداغه. اینم نعنایی که میخوام سرخ کنم براتون. نعنا. بعد اینا که آماده شد نعناش هم آماده کنم قشنگ خودشم جا بیفته، گوشتشم در بیارم تیکه تیکه بکنم، آخر سر خدمتتون نشون میدم. قابلمه رو برمیدارم ببینیم آش ما به چه شکل شده. خب خوشبختانه خیلی هم جا افتاده. خیلی خوب. من ماهیچه رو برداشتم از استخون جدا کردم ریختم توی آش. اینو ببینید خیلی خوشمزه شده بود. بعد همینطوری قلمش هم جدا کردم. بعد اینم از شلغما که بخوره نوش جونش بشه انشالله. این پیازداغ و سیرداغه. اینم که نعناع داغه. بعد همین قبلا هم ریختیم توی چیز از سیرداغ و نعناع داغ. اینم که جدا کردم از قلم و از استخون جدا کردم ماهیچه‌هاشو. بعد عرض کنم که ببینید خیلی خوب پخته. خیلی اصلا گوشت ببینید چقدر لذیذه. نوش جون موشی جونه. حالا بعد که توی ظرف کشیدم خدمتتون نشون میدم. بله امیدوارم که شما هم درست کنید و لذت ببرید. جونم رسیدی؟ خواستی یا گشنی؟ قربونت برم. رفته بودی دردش. بیا آش خوشمزه حاضره. آش بخوره با گوشت تلمبه ماهیچه. برو بیا قربونت برم. جونم برو بیا. خوش اومدی. الان بهت میدم آشو قربونت برم. چی شده؟ الان میترسه. بیا الان مونیلکسش میکنم با گوشت برقی که اون ماهیچه کاملا توش، چون برای موشی برداشتم که گوشت ماهیچه درسته دوست داره. بقیه‌شو گفتم که کاملا تو آش مونیلکس بشه و هم زده بشه. دوستان عزیز آش ما هم حاضر شد. آش شلغم
همطور که میبینید تزیینش هم کردم و شلغماش هم هست همون نگینی. فقط ماهیچه رو برای موشیمون جدا پخته بودم، ولی برای این مونیلکس کردم با گوشت برقی که خوشمزه تر بشه، چون گوشت ریز رو نمیبینه دوست نداره، آشو باید حتما درشت باشه بکنه. برای موشی جونم جدا درست کردم. امیدوارم که پسندیده باشید. دوست داشتم که همتون بودید و این آش خوشمزه رو میخوردید و نوش جان میکردید. اما یه چیز مطلبی هم که میخواستم بگم این مدت تو ویدیو قبلیمونم بود، این گل زیباست. این گل زیبا رو خیلی دوست دارم به خاطر اینکه برای روز والنتاین این دخترم برام گرفته. خیلی دوستش دارم. هر وقت میشینم برای صبحونه ناهارینا این گل باید پیشم باشه و غذایی هم که با عشق و علاقه پخته بشه دقیقاً به دل میشینه و خوشمزه میشه. I would